از مشکلی ها از کارهای غیر دولتی غیر دینی و با چی آرامی آراست ما در این خرسندیم که تا حاضر وطن ما همچنین جوان است گلگون شکفته است تمام جهانیان میشناسند تاجیکستان به خاطری که به خاطر محترم امام علی رحمان همه کارها رو به خوبی انجام دادگی است ما همش همه داریم خلاصه شب بگو خلاصه شب بگو خلاصه گم همین که جناب یعنی همه در آبادی تاجیکستان نسبت تروریسم نسبت کبیری خواهی ملتی که برزید دولتی ما سیاست دولتی ما اون یک موسیقی گپ زد گوش کنه ناتوغلی باشم که برادر ناتوغلی خیلی آدمه ما خواهش داریم از دولت اسلامی از کنسول چه فرزنده ما در کنسول در دولت ایرانی تاجیکستان هستند آنها را برگردانده دارد تا اینکه ما خوشحال شویم تا که امنیت ما را بچه‌ها ما دخالت نکنه مقصد که یگان کسی نمیگذاریم بر دولت ما بر سیاست ما دخالت کنه هیچ وقت
وقت تاجیکستان مثل سال 90 تروریست رو تیار نکنن. فرزندان ما باید به وطن برگردند. باید که از جمهوری اسلامی ایران فرزندان ما رو برگردانند. ما خوشحال شویم تا که ما سرگردان شویم. یعنی فرزندان در که ما آروم شویم.
Görüş. ماشین هست آراما دوستایی که در جمهوری اسلامی ایران تحصیل میکنه ما از شما خواهش میکنیم که به وطن خودمون برگردیم. در وطن خودمون دانشگاه اسلامی به نام امام ابو حنیفه سال کار میکنه، باز است، بیاین اینجا درس بخونیم، تدریس کنیم و به ملت خود خدمت کنیم. ما از شما دوستانه خواهش میکنیم که به وطن خود برگردید، در اینجا ادامه تحصیل بدید، در دانشگاه‌ها، در دانشگاه‌های اسلامی، در هر فاکولته و دانشگاهی که میخوانیم در اینجا هست. ادامه تحصیل رو در کشور خودمون